أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب سنن ابن ماجه 1476 می باشد و در کتاب ترمذی 986 می باشد. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه یکی از صحابه هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نام های منافقان را خبر داده رفته بودند و اینچنین حذیفه ابن الیمان یکی از داناترین صحابه به حدیث های فتنه می باشد. حذیفه ابن الیمان می گوید که اذا مت فلا تؤذنوا بی احدا، وقتی که من وفات کردم یعنی اعلان نکنید به کسی، چون که من می ترسم که می گویند تا که آن پیامبر صلی الله علیه و سلم آن چیزی که من کردند به او واقع شوم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که حذیفه من شنیدم که می گفتند ینها فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینها عن النعی، نهی میکردن که از نعی این است که یک شخص وقتی که وفات میکند نزدیکان او به کوچه و خیابان ها میبرایند و به بازارها میبرایند، به جاهای مجتمع میروند و فلانچی از این دنیا رفته است، گفته مرگ را همچون بزرگ میشمارند. از این خیل سر و صدا رو به همه جا پهن کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن. اما وقتی که یک شخص از این دنیا وفات کرد به مردم خبر دادند که تا که نمازگزاران بسیار گردد به جنازه حاضر شوند تا که از دعای این مردم مسلمان میت فایده بگیرد باکی ندارد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نجاشی که پادشاهی حبشه وفات کرد پیامبر به همه خبر دادند و سپس به نمازگزار برآمدند، به او نماز جنازه غایبانه خواندند و اینچنین به جعفر ابن ابو طالب و بعضی شخص ها پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند. اما برای افتخار و مرگ یک شخص بسیار مردم جمع شود و مردم که گویند که این فلان چی به بسیار آدم جمع شد افتخار کنند، این من می باشد. یا که به بازارها و دیگر جا بروند و مرگ را همچون بزرگ داشت میکنند، این را پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث من کردند. و اینچنین در آثار آمده است که وقتی که رافع ابن خدیج رضی الله عنه وفات کرد بعد نماز عصر، به عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خبر داده شد که آیا بعد عصر او را دفن کنیم. سپس عبدالله ابن عمر گفتند مثل رافع ابن خدیج نباید برآورده گرانیده شود، بلکه پگاه صباح او را گرانیده می شود تا که در اطرافش همان مردم قریه جمع شوند به نماز جنازه حاضر شوند. سپس یعنی پگاه صبح یعنی برآوردند و جنازه خواندند و او را دفن کردند. خیلی که در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر به یک جنازه از 40 نفر بیشتر جمع شد در حالی که آنها موحد باشند، با شرک آمیخته نباشند، دعاهای این نمازگزاران به میت فایده می دهد و شفاعتی آنها شفاعت می کنند به میت. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.